وحشتناکترین دستگاه‌های شکنجه تاریخ. شکنجه از زمانهای خیلی قبل به شکل‌های مختلف وجود داشته، ولی الان طبق حقوق بین الملل داخل خیلی از کشورها ممنوع شده. حالا هدفشون از شکنجه چی بوده؟ هدف از شکنجه معمولا سیاسی بوده و برای آزار رسوندن به مخالفان سیاسی و عقیدتی حکومت‌ها بوده. اما حالا که شکنجه فیزیکی ممنوع شده، به جای اون شکنجه سفید، شکنجه روانی و غیر فیزیکی رواج پیدا کرده. سلام، اینجا دیستون هست و تو این ویدیو میخوایم چند تا از بدترین و مرگبارترین دستگاه‌های شکنجه رو ببینیم. قبل از شروع ویدیو حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش رو فعال کنید و این ویدیو رو لایک کنید. بریم سراغ ویدیو. دستگاه اول، دستگاه برش زانو. این دستگاهی که دارید داخل تصویر میبینید برای قطع کردن زانوی مجرمان بوده. دستگاه بعدی، اره آدمبر. این دستگاه بیشتر به عنوان مجازات استفاده می شده و در جرم‌های مختلفی مثل جاسوسی و خیانت به ارتش، شورش، جادوگری به عنوان یه وسیله دردآور برای کشتن مجرم استفاده می شده. اصلا فکر کردن به این دستگاه هم درد داره. دستگاه بعدی، صندلی انگیزاسیون. از این صندلی که تمام قسمت‌هاش با میخ تیز پوشیده شده بود، برای اعترافگیری و سرکوب کردن عقاید مخالفان و دگراندیشان استفاده می‌شد. دستگاه بعدی، دستگاه فشار به گردن. گردن شخصی که می‌خواستن شکنجه بدن رو داخل میله فلزی این دستگاه می‌ذاشتن و با فشار کم کم حالت خفگی بهش دست میداد. اگه یه لحظه به این دستگاه فکر کنید، حتی از مردن هم بدتره. دستگاه بعدی، تابوت زنده به گور کردن. این تابوت که در شهر نورنبرگ آلمان در قرون وسطا ساخته شده، داخلش میخای تیزی بود که فرد محکوم رو داخل اون میذاشتن تا بمیره. این تابوت جوری طراحی شده بود که صدای جیغ و فریاد مجرم از داخل اون به بیرون درز نکنه و امکان در اومدن از اون ممکن نبود. دستگاه بعدی، گیوتین. گیوتین یه تیغ تیز و سنگین داشت که گردن مجرم زیر اون قرار می گرفت و وقتی که رها می شد سر از گردن محکوم جدا می شد. آخرین باری که از این دستگاه استفاده کردن سپتامبر سال 1977 بود. دستگاه بعدی، سرخورد کن. این دستگاه روی سر مجرم قرار می گیره و به مرور فشار دستگاه رو بیشتر می کنن تا سر محکوم خورد بشه. واقعا خوب شد که توی اون دوره نبودیم. دستگاه آخر، پنجه گربه. این دستگاهی که میبینید روی دست شکنجهگر نصب میشد و برای وارد کردن ضربات و جدا کردن گوشت بدن محکوم از استخوان مورد استفاده قرار میگیره. حالا یه سوال که فقط افراد باهوش میتونن جواب بدن. داخل این ویدیو چند تا دستگاه شکنجه معرفی کردید؟ حتما داخل کامنت ها بگید. دمتون گرم که تا آخر ویدیو نگاه کردید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش رو فعال کنید و این ویدیو رو لایک کنید. تا ویدیوهای دیگه، خداحافظ.